سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 29 ایول من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان همراه با هیئت حکومتی از محلهای آفت‌زده ناحیه شغنان دیدن کرد. در اینجا با ساختمانچیانی که برای آسیب دیدگان منزل و راه نو میسازند گفتگو کرد. سپس به مرکز دهه باغی رفت که آنجا دیروز مراسم دفن وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان محمد ایاز نوجوانوف برگزار شد. نوجوانوف در سن 73 سالگی از بیماری درگذشت. سفر پرزیدنت به ولایت بدخشان دیروز از بازدید ونج و درواز شروع شد و صبح امروز هیئت حکومتی در رشان نیز بود. سفر رحمان به منطقه بعد 10 روز شروع آبخیزی‌های شدید در مناطق ساحلگذری بدخشان جریان می‌گیرد. با امر پرزیدنت به ده‌ها خانواده‌های بی‌خانواده در بدخشان و رشت تا نوامبر باید خانه‌های نو ساخته به استفاده داده شوند. منابع در حکومت افغانستان خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر را در سال 2013 تصدیق کردند. یک منبع در حکومت افغانستان به رادیوی آزادی گفت که ملا محمد عمر رهبر حرکت طالبان افغانستان 2 سال پیش مرده بود. با گفته منابع در ریاست جمهوری افغانستان خبر درگذشت ملا محمد عمر از سوی حکومت پاکستان در اختیار کابل گذاشته شده است. یک منبع سبب مرگ او را در 2 سال پیش بیماری سیل مینامد. شبکه تلویزیونی چنل 1 میگوید بنا به اطلاع مقامات پاکستانی ملا عمر نه با مرگ طبیعی مرده بلکه کشته شده است. گویا جسد او در قلمرو تحت کنترل طالبان در حدود افغانستان به خاک سپرده شد. جزئیات بیشتری قابل اعتماد فعلا در دست نیست. در یک حالنامه مربوط به رهبر طالبان که ماه اپریل امسال با سبب 19 سال رهبری ملا عمر بر گروه طالبان در اینترنت نشر شد، درباره این شخص به عنوان یک رهبر زنده و عمل کننده 55 ساله طالبان درک داده شد. در متن گفته شد که ملا عمر در قندهار تولد شده است و بعد تجاوز شوروی به خاک افغانستان به جهاد پیوست. عکس یا نوار ویدیوی ملا عمر را از سال 2001 به این سو کسی ندیده است. در نشست اضطراری ناتو روز 28 ایول در بروسل اعضای پیمان نظامی با اکثریت رای پشتیبانی خود را از ترکیه در امر مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیان کردند. این نشست برای ارزیابی خطرات این گروه جنگی دعوت شد و تمام 28 سفیر کشورهای عضو ناتو به این خلاصه آمدند که امنیت کشورهای همپیمان یک امر ضروری است. این زمان نیروهای انکره بر ضد هدفهای جدایی خواهان کرد، مشخصاً طرفداران حزب کارگر کردستان معروف با نام PKK جنگ میکنند. این چیز مورد نگرانی رهبران کرد که 10 ساله ها باز در فکر تأسیس یک کشور خود در این قلمروها می باشند قرار گرفت. آنها میگویند با وجود در فهرست گروه های تروریستیش شامل کردن PKK، واشنگتن شبه نظامیان دیگری کرد را در مبارزه با داعش پشتیبانی میکند. در تاجیکستان مقامات حفظ حقوق جوانی را معرفی کردند که میگوید از عضویت گروه دولت اسلامی کنده شده به وطن فرار کرده است. این جوان جهانگیر تیموروف 25 ساله ساکن شهر چکالف یا شاهکند می باشد و روز 28 ایول در جلسه شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت سخنرانی کرد و گفت 2 سال قبل با نیت تحصیل در آموزشگاه هوانوردی روسیه به مسکو رفته در مدت کوتاه به دام افراطیان افتاد و مکتب را با جنگ تبدیل کرد. من با وزارت کارهای داخلی با علاقه برآمدم. وزارت کارهای داخلی مرا با پاسارگاه تاجیکستان که در دولت ترکیه بود هم صحبت کرد و به من شناسنامه موقتی کردند و چپتای هواپیمایی گرفتم. سنه 17 ایول سال 2015 من به شهر دوشنبه آمدم. مقامات انتظامی سوخت میگویند تاکنون 7 ساکن این ولایت را که میدان جنگ را اختیاراً ترک کردند به وطن برگردانیدند. شکل کامل صحبت‌های جهانگیر تیموروف را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضرورت برای بازبینی شدن بودجه دولتی را نمی بیند. در ملاقاتش با ژورنالیستان امروز حکمت الله زاده گفت هرچند بودجه کشور در نیم ساله اول 100% اجرا نشد اما
ضرورت بازبینی و یا کم کردن قسمت درآمد آن وجود ندارد و گفت در این مدت صنعت کشور 14% و ساحه کشاورزی 7% رشد کرده است. همین زمان با گفته وزیر نشاندادهای تجارتی بین المللی از جمله صادرات و واردات منفی هستند. گردش سودای خارجی جمهوری در سال اول سال جاری با 2 میلیارد میلیون دلار آمریکایی برآورد گردید که در پیوست با همین دوره سال گذشته 21% کم است. گوشه‌گیری حجم صادرات 7% و واردات 25% را تشکیل داد. تمایل منفی توازن سودا با 1 میلیارد 160 میلیون دلار آمریکایی برآورد گردید. وزیر میگوید نوابسته به بحران در کشورهای اساسی شریک اقتصادی تاجیکستان یعنی روسیه و قزاقستان رشد مجموع محصولات داخلی 6.4% را تشکیل داده است. آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید امسال همراه با ساختارهای حفظ حقوق افغانستان 12 عملیات مشترک را در امر مبارزه با قاچاق نشأه انجام دادند. رئیس این آژانس رستم نظرزاده میگوید در 6 ماه اول سال جاری در بیرون از کشور 202 شهروند تاجیکستان برای معاملات غیر قانونی مواد مخدر دستگیر شدند. از این بین 193 نفر در روسیه اساساً مسکو و ولایت‌های اطراف به حبس گرفته شدند. در خود تاجیکستان برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر 538 نفر از جمله 16 زن و 4 نابالغ زندانی شدند. در آگنتی میگویند در نیم ساله اول حجم عمومی قاچاق مواد مخدر نظر به سالهای پیش کاهش یافته است. تا خود همین روز مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان از معاملات غیر قانونی 2 تن 99 کیلوگرم 762 گرم مواد نشاور مصادره نمودند. در قیاس اگر گیریم نسبت به همین دوره سال گذشته این 11% کم است مقدار عمومی است. لیکن اگر مواد نشاور گروه افیونی را گیریم در مقایسه امسال افیون 8% زیاد مصادره شده است. گرائین 49%، 48% زیاد مصادره گردید نظر به همین دوره سال گذشته. هروئین را از نوع‌های گرانترین مواد مخدر ارزیابی می‌کنند که ارزشش در بازار سیاه نظر به مواد دیگر به مراتب بیشتر است. برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.